صد سلام با تمام هموطنان عزیز ما که در هر سر دنیا هستند. با اولین برنامه کاغذ پیچ خوش آمدین. امیدوار هستیم بتانیم چند لحظه شما را شاد نگاه کنیم و میمان کاغذ پیچ ما را برای شما معرفی کنیم. از زندگی از اونا شما هم آگاه شوید و ما هم میخواهیم که از طریق این برنامه ما تمام دوستایی که و آوازخوان‌های نازنین ما که در کشورها زندگی میکنن به شما معرفی کنیم. میریم به سراغ میمان ما، وقت شما را بیشتر نمیگیرم. خوش آمدین دوستای عزیز. ما برای شما کسی را معرفی میکنم که اولتر از همه که ما واقعا عاشق خود نمیگم، به خاطر از اینکه شاید سر بعضی ها بد بخوره، اما علاقمند صدایشان هستم. خانم وقتی که میگیم اولین چیز در ذهن ما افغان میآید. خانم‌های افغان ما هیچ وقت ضعیف نیستن و یک خانم بسیار خوب و خانمی که واقعا در راه هنر و صدا زحمت میکشن. خانم تمنا تابش با ما هستن اینجا در استودیو. سلام به شما. سلام مسی جان، تشکر. چی حال دارین خانم؟ تشکر. خوش آمدید به برنامه ما. تشکر از شما که مرا به برنامه کاغذ پیچتان دعوت کردید. و بر ما شما افتخار بخشیدین که یک خانم اولین برنامه ما را کتیما هستن و ما افتخار میکنیم واقعا. بر من جای افتخار است مسی جان. اولتر از همه سلام به تمام بینندگان عزیز، افغانای عزیز ما سراسر جهان که ما را همین لحظه تماشا میکنند. و وقتی که برنامه شما رو شنیدم کاغذ پیچ، گفتم واو، واقعا کاغذ پیچ از یک ایده نو است و خوشحال هستم که اولین میمان شما هستم. یادتان نره که سوالای ما کاغذ پیچ است. که باز نگوین که چرا ما کوشش میکنیم سوالایی که قبلا از شما مطرح شده باشه دیگه جایا ما متفاوت‌تر از او کاغذ پیچ ساخته میشه و امیدوار هستم که جواب بدید. باز نگوین که نه از این مراتب. البته نه اونقدر شخصی است. دقیقاً نباشه. نه اونقدر شخصی است و نه اونقدر عمومی است. چیزی است که ربطی به شما داره. درست است؟ خب نگفتن ما مچنگ مقبول کردیم ما و شما. تصادف ببینید که ما از لباسایتان خبر نداشتم. ما امروز همین چون همین رنگ دلخواهیم است که این همیشه میپوشم. بله فیروزه‌ای. خانم تمنا تا با حاله از دیگه هنرمندان یا آوازخوانه های نازنین ما که مطرح هستن مثل شما خواهش همکاری کردین که با شما کار کنن یا ای که کمپوز بتن، موسیقی بتن در هر عرصه؟ از مردا یا از خانم؟ کلش آوازخوان که گفتیم کلشان است. بله. من شخصا خودم یعنی تقاضای همکاری نکردیم ولی از من بیشتر شده چون آهنگای دوگانه داشتن و جز سوالم بود که آیا از شما تقاضا شده یا نه؟ بله بیشتر از من تقاضا شده. دوستان عزیز سوالای ما که هست در کل پیچیدن نیست اما کوشش میکنیم که بعض معلوماتایی که اصلا دوستا در مورد شما و دیگر دوستای ما نمیفهمن ازتون معلومات بگیریم. خب همین هنرمندایی که یا آوازخوانه ها بگویم، من هنرمند که میگم آوازخوانه است هدفم چون برنامه ما سر موضوع آوازخوانه هست که مطرح هستن و همیشه ادعای از این دارن که ما با همگی استاد هستیم، با همگی همکاری میکنیم، با همگی کمک ما میرسه. نظر شما در مورد از اینا چیز؟ آیا واقعا همه تو هستن کمک میکنن همکاری میکنن یا نه؟ آزادانه میتونین جواب بدین. ما نامی از کسی نگرفتیم دوستای عزیز. البته هنرمندای مثلا بزرگ ما استادا و کسایی که از ما بیشتر پیشگامتر بودن و قدم در موسیقی گذاشتن اونا به نظر من کدام کمک خودم شخصا ازشان ندیدیم برای نسل جوان. بیشتر حس من می بوده که متاسفانه زیاد عقده‌ای بودن و کمتر نسل جوان دستش میگیرن کمک میکنن. برعکس یک کار میکنن که دل شما از هنر و از موسیقی سرد شود. من دمی چندین سال که هستم و فعالیت کم و بیش در راه هنر دارم، امیر ما حس کردم دیدم در بین بزرگای ما که بیشتر مثلا کوشش از این ندارن که رشد هنر
یعنی کسی که واقعا تالنت داره و واقعا صدای خوب داره او رو کمک کنن و هدایت کنن در راه راست. دقیقاً. ما یک مطلب بسیار قدیمی یادم اومد، خنده‌دار بود، به خاطر که از مادرم میشنیدم، میگفت نخوردیم از آشش کور شدیم از دودش. حال ما خدمتشان ندیدیم و نامشان تلر برده نمیتونه. خیر به هر صورت یک سوال شخصی البته، اسمتان کی گذاشته و چقدر زیبا با تخلصتان مچ داره و یعنی در تلفظش بعضی چیزا هست در تلفظ بسیار مقبول میه. مثلا نام من نمیشه که عبدالمسعود باشه بخاطر که در تلفظم جور نمیه، گفته یگان تا که در مانام جور نمیه. از شما تمنا تابش بسیار یک نام مقبول است. واقعیتش اینه، ما به خاطر اینکه حالا پیش روی میشیدیم اما واقعیتش میگم. اسمتان کی انتخاب کرده و تخلصتان کی انتخاب کرده؟ هنری. بله. مسعود جون، ما وقتی که ما در خانواده، البته از گذشته از شروع هنر موسیقی، کسی در خانواده ما هیچ در راه هنر نیست و نبوده. جدی؟ و ما خرد خانه هستم. وقتی که پا به این راه گذاشتم، نام خانگی ما بیشتر از کسان نمیفهمند شگوفه است. ما خود گفتیم کاغذ پیچ از ما خودشان میگن، ما نمیگیم. در خانه شگوفه و همیشه نام تمنا میگفتن یک نام دومی بود، چون میگن نام قرآنی و نام خانگی فرق میکنه. میشه که در اون زمان ها شگوفه گل کرده، ولی این نام خدا سر زبان هاست، این گل کردیم دیگه. و نام دومی تمنا همیشه بعضی ها میگفتن و میره انتخاب کردم و در این چرت بودم که خب چی بانم لقب هنری را. باز همیشه میگفتم که یک هنرمند باید مثلا تابش، بله، یعنی بدرخشه. باز اما تو خودم این لقب بله بسیار مقبول آمد. دوستان عزیز میگن الماس از تراش، انسان از تلاش میدرخشه. تا که او تراش نشه و انسان تا که تلاش نکنه درخششش معلوم نمیشه. و واقعا همیشه هم تو بتابین و خداوند هیچ وقت غروب برتان نده، همیشه طلوع داشته باشید. خب خیر به هر صورت میریم به طرف ارتباط با همون دوستای ما که ازتان سوال کردیم. حالا میریم سر توقع شما از کسایی که هدای کمک و همکاری میکنن چی است؟ یعنی من حیث یک آوازخوان و من حیث خصوصا من حیث یک خواهر، یک مادر، یک خانم، یک همسر، یک زن، یک سازنده جامعه که جامعه را میسازه، توقع شما از اونا چی است؟ حالا توقع این نصیحت هم گفتم میتونیم. ما در یک مرحله رسیدیم در راه هنر یا در زندگی که توقع خاص دیگه ندارم. دست کشیدیم از توقع داشتن از مردم یا بزرگان. نظر شخصی من است که اگر یک هنرمند واقعا در راه خود ادامه میده، یعنی باید کوشش تلاش خود داشته باشه. میگه تا خود آدم کوشش نکنه در جای نمیرسه. و درست از مشوره مثلا بسیار مهم است از بزرگان موسیقی، از کسایی که بیشتر تجربه دارن. او رو من کمتر میبینم. بیشتر فقط یک دو تا کسایی هستن که بیشتر ازشون مشوره میگیرم، مثل استاد محترم سیدا گل، یاد آخر شفیق جان مرید مرا کمک کردن امر یک. ولی در مجموع بیشتر اوایل توقعیم بیشتر بود و در مرور زمان خیره‌تر شده رفت، یعنی کمتر شده رفت. شفیق مرید گفتی یک گپ یادم اومد. مرید نازنین از دوران افغانستان که ما یکی از رسانه‌ها کار میکردم آشنایی داشتیم و در ضمن آشنایی فامیلی داشتیم همراهشان. مرید نازنین بیا که در نیمه برنامه که نصیر آسمان، ما اول تشکری میکنم و هر بار باید تشکری کنیم اگر این پیسه ما نمیده از نصیر آسمان که آخه ما پیسه گرفتیم باید تشکری کنیم. پرودیوسر برنامه ما یک جوان خوشخلق، یک جوان که واقعا همیشه استعداد عالی داشته در حیث خلاقیت‌هاش که ما برای چی میگن برای پرودکشنش یک شعار دادیم، آسمان پرودکشن است. میگم آسمان اوج خلاقیت، یا وقتی که خلاقیتت میخوای اوج بدی بیاد آسمان بیا. و مرید نازنین، ما یک پیام از طریق این برنامه برای خودت دارم که شما شاهد باشین. چند قبل یک موضوع شده بود که پدر من یک شعر به شما وعده کرده بود. ما در این برنامه میگم که از طریق نصیر آسمان برای خودت او شعرم ما تحفه روان میکنم که بخیر بخوانیشه، چون پدرم با خودت وعده کرده بود.
من شعر مجبور هستم به تو مگنه شعرهای پدرم محفوظ است پیش من، اما برای خودت چون وعده خودشان بود تقدیم میکنیم. میایم سر موضوع ما و خانم تمنا که نشه که بگوید این رفیق خدا پیدا کرد دیگه مان کرد از در قصه. راستی دوست گفتم یک چیزی یادم آمد، یک پیام برای شما داریم. واقعا یک پیام بسیار شاید براتون، ببخشید دوستان عزیز من یک ذره انگلیسی لول بتم، شاید براتون سورپرایز باشه. میبینیم میشنویم پیام. تمنا جان تابش یک هنرمند خوش ذوق، خوش صدا، خوش سلیقه و خوش لباس است و همیشه در کارهای هنری خود دقیق تر است و کوشش میکنه که کارهایش با کیفیت تر باشه و با پیام های عالی و مثبت که یک هنرمند باید همچنین خوبی ها را داشته باشه. ما برای تمنا جان تابش موفقیت های بیشتر در زندگی شخصی و هنریش خواهان هستم. خوشی های بی پایان نصیبتان باد تمنا جان، همیشه موفق و کامگار باشین. واو خوشتان آمد کردن و واقعا سورپرایز شدم، انتظارش نداشتم. شفیق جان واقعا لطف کردن. شفیق جان یک هنرمند مردمی، واقعا عشق آدم از تعریف کنم کم است. بسیار مهربان هستند، بسیار یک آدم هستند که واقعا صدای بسیار مقبول دارن و هنرمند باقی هستم. من عاشق صدای از اینا رو عاشق گفتم میتونم عاشق صدایشان هستم که خصوصا یک آهنگش من اینقدر خوشم میاد که ده بلال خوگازانه ده ملال یا قربانه. من آوازخوان نیستم ببخشید، البته یگان دفعه امین نصیر آسمان و دوستا اینا همگی میگن که بخوانی خوب است اما سرت باید کوشش شود. خب خانم تمنا، در دنیای موسیقی، در دنیای آوازخوانی افغان ها وضعیت رقابت ها را چطور میبینین؟ آیا رقابت های مثبت است فعلا؟ امیر روان که است، نه سابقه را میگم نه آینده را، این فعلی را میگم. مسابقه تو منفی روان است یا مثبت؟ حالا من از این اخبارهایش خبر نیستم. نه رقابت هم وجود داره، رقابت هست و هیچ امکان نداره. هر مسلک امیال شاید رقیب داشته باشین. مسعود جان باشه خوب است، یعنی هست البته سالم باشه خوب است، یعنی هر کسی که یعنی زحمت کشید در راه هنر به نظر من موفق است و انسان کوشش کنه هر هنرمندی باید نه تقلید نه ترخیب، یعنی هر کس اون راه خود ادامه بده با اون سبک خود. در آخر داستان قضاوت کننده خود مردم است و مردم باید دیدگاهشان و گوششان ما دارن، خدا باید ببینن کی میخونه به صورت لایو و کی لایو خوانده میتونه و شخصیت هنری بسیار مهم است به نظر من. دقیقاً. چیزی باز دوستان عزیز که از رقابت منفی کرده رقابت مثبت داشته باشیم، سالم و تخریب به پالوش نباشه. ما اگر جای رسیده نمیتونم، من نباید تخریب هم کنم دیگه کسا. وقتی که من میگم که برادر اینو آدم هنرپیشه هست، ما هنرپیشه سینما هستم، پس ما باید او رو تخریب نکنم، بگیم کارش عالی است اما ما هم کوشش میکنم که تو شو نباید تخریب کنیم. خب جان سپاس، خیلی مقبول، جوابایتان واقعا پهلو نداره. آیره باید بگویم. همین دیزاین لباستان، طرح لباستان بسیار مقبول است. میشه برای ما کم معلومات بدین که طرح لباستان کی است؟ بله تشکر مسعود جان. لباس امروز ما که تهیه کردن ملنگ استودیو هست در هلند. خاطره جان ببینین که ملنگ من میگم سعید صبح برادر واقعا همیشه زحمت میکشن در هر لوکیشنی که میرم، چی کنسرت باشه چی یک برنامه هنری، اونا اسپیشال دیزاین میکنن. میفهمیدین که رنگ دلخواهی است یا نه؟ همه تو نه دیگه من نمیفهمم. خیر به هر صورت مقصد خانم نبینه که باز بگه که نه تو سر رنگ کالا از زیاد گپ زدین، ببخشید. خب بسیار مقبول و واقعا ملنگ استودیو میبینین دیگه دوستان عزیز، نیاز به گفتن من نیست، از طرح لباس معلوم است. جان سپاس. من زیاد پر حرف هستم، مرا ببخشین، اما اینو اگر میخوایی که من زیاد گپ نزنم، ما از خود تقاضا میکنیم که یک آهنگ همت مقبول و جانانه پشتو بر ما اگر
انشالله خب با پشتو هم دیگه به هر دو زبان کمتون. خب بسیار خوب. پشتو امضا قوی نیست ولی کوشش میکنم. مشکل نیست انشالله که جور میشه. کاغذ پیچ نه؟ کاغذ پیچ از ما کل چیز کاغذ پیچ بله. یک آهنگ کاغذ پیچ جدید دارم از یکی از آهنگای پشتو هستن اتن. او رو به شما اجرا. بینندای ناز و گل و نفس و دوست داشتنی میریم به طرف آهنگ پشتو و شانهایتان اگه خودتان کنترل کنین مربوط من نمیشه.
بسیار یک آهنگ مقبول، بسیار زیبا. دوستان عزیز اینجا ما یکم مست شد. بسیار خوبش. خب میریم به طرف از این که در بازی‌های وطنی ما چی را خوش دارین؟ چون آهنگتان سرگودی پران باز است. آهنگ اما جدید درست؟ بله. مسعود جان آهنگ جدیدم گودی پرانباز، یارک گودی پرانباز یارک گودی پرانباز، نامش. و این خاطره های طفولیت البته ما در کابل که زندگی میکردیم همین تشلبازی و گودی پران. چرا خیبت تشلباز؟ این من تشلباز چرا بعد از اون نخوندی؟ چرا یارک کنچباز تشلباز یعنی تو این نامش است. آهنگای بعدیم خواندم. بخیر بخیر. یک کمک شگه برای ما زمزمه کنین خوشحال میشیم. البته با من نه بیننده. البته آهنگ در ماه مارچ به خیر ریلیز میشه و کاغذ پیچ از دیگه کمکش زمزمه میکنم. این عذر میکنیم برات. دلکم باز خیالک میزنه، گندمی بام شمالک میزنه، کفتری مستی چشم پاره دل هی، سوی آغوشی تو بالک میزنه، سوی آغوشی تو بالک میزنه هی، یارکی گودی پران باز مصدقه، چرخه و تاری تو ای ناز مصدقه، خنده و قهر و گپ و جنگ تا قربان هی، قهر و نازی تو زبان باز مصدقه هی، قهر و نازی تو زبان باز مصدقه. زبان باز هم هستن گودی پران باز هم مقصد. بسیار مقبول، بسیار زیبا، دلنشین. خانم تمنا گفتین حق ما آزادی است. بله. به این باره کم برای ما معلومات بدین. آهنگ آزادی البته از اون تایتلش معلوم است که برای خانم‌ها هست، برای کسایی که حق و حقوق زنان که در مکاتب اجازه ندارن. ایرا شعرش کابلپور یک دوستم از در افغانستان و من شرکت بودن یک زمان باز دمی تاپیکی که البته چندین سال شده که خانم‌ها محروم هستن از درس و تعلیم. وقتی در یک سفر در کانادا بودم که جوجان شریف یک برنامه داشتیم، باز استاد شادکام ایرا کمپوز کردن. خداوند استاد عمر طولانی نصیب کنن. بله. واقعا ببینین ما که پیشتر گفتم در راه هنر خدمت واقعی اینی است که از سابق تا به حال کت جوان و کت پیر کمک سالس کردن و بسیار آهنگ مقبولم شد. برای من سوالای جالب آمده که شما میله دارین در این وقتا. میله چی گپ است؟ برای ما کم واضح بسازید. پیدایش کردی؟ قرار است که یک کنسرت در راه هست ماه جون اگه اشتباه نکنم، جولای، با چندین هنرمندای موفق کشور ماست و این میله در هلند است، شهر روتردام، و در اشتراک میکنیم. بخیر مرا میبرین؟ حتما، چرا نه؟ بیاین برنامه ما شوین. دوستان عزیز منتظر میله باشین حتما. تشکر از شما. میایم سر بازی. در تیز هوشی چطور هستین؟ زود جواب دادن میتونین؟ دیده شما بسیار کورمغز هستم. ما برای شما 20 ثانیه میتیم. بازی ما این رقم از 20 ثانیه است. یک حرف خودتان از الف ب ت س، یک حرف شما خودتان انتخاب میکنین. با اونمو حرف ما 5 چیز ازتان پرسان میکنیم که با مو حرف شروع شود. درست. آماده هستین؟ 20 ثانیه را دوستان عزیز شما در مانیتور میبینین که ما 20 ثانیه برشان قید میکنیم. خب تا 3 اول حرف بگوین که باز وقتتان در ضایع نشه. خب ما باید حرف انتخاب یک حرف خودتان انتخاب کنید. او مای گاد. ب. اوکی دوستان عزیز ثانیه‌گر شروع میشه تا 3 2 1. خوراک، بامیه، پوشاک، بالاپوش، ایوان، ایوان. از بی گفتیم نه؟ بله. وقت ضایع شده رئیس، وقت ضایع شد. اشیا، مکان، بامیان. اشیا تمام. وقتتان تمام شد. ببخشید دیگه. شما 2 دانه را جواب ندادین.
دو دانه را جواب ندادین که بود حیوان میتونین به حیوان خودمون بی باشه بسیار مشکل به خودمون به حیوان ببر بله یا اشیا میتونین بلوز بگوین به خاطر از درست از پوشاک است اما اشیا است بی جان است. خب بازیمون فقط همه است که خدای نخواسته زیاد استرس به میمان خود نمیتیم چون عزیز ماستن. اینا وقتی که جواب ندادین باز یک آهنگ از شما میشنویم. این دیگه جزاییش است. اوکی. درست است. خیلی دوستان عزیز میریم به طرف آهنگ دوم برنامه ما و از تمنای تابش با صدای دلنشینشان میشنویم و زود برمیگردیم. موهای خود بلند بلند شانه کدی شهزاده به قصری دلکم خانه کدی با یک گل لبخند صمیمانه خود ای بچه کابل مرا دیوانه کدی ای بچه کابل مرا دیوانه کدی هی دل برا دیدم در پیش خانش با قدی بلند دل برانش دل برا دیدم در پیش خانش با قدی بلند دل برانش پوشیده کلاه قندهاری پوشیده کلاه قندهاری چپن مزاری سرشانش چپن مزاری سرشانش محتاج نگاه چشم مستی تو شوم تا کس نکند نظر به سویت هرگز انگشتر فیروزه به دستی تو شوم انگشتر فیروزه به دستی تو شوم راستش دلکم خوره نداره شهزاده گکم جوره نداره راستش دلکم خوره نداره شهزاده گکم جوره نداره شیرینی لبخند قشنگش شیرینی لبخند قشنگش قند و عسل و بوره نداره قند و عسل و بوره نداره بگو که دم با میلت بکنم امریتا بگو که دم با میلت بکنم دل برا دیدم در پیش خانش با قدی بلند دل برانش دل برا دیدم در پیش خانش با قدی بلند دل برانش دل میگرم برو برویش دل میگرم برو برویش بانم سر ما بسر شانش بانم سر ما بسر شانش بسیار یک آهنگ مقبول زیبا یعنی دیگه همین کل کاتگوری ها را در نظر دارم گودی پرانواز و شاهزاده و یا کلگی خوب است خوب است. خب به خاطر از اینکه وقت برنامه ما زیق نشه شما خبر دارید که پشتون چقدر آوازه و دروازه شده؟ واقعا نخیر میریم به طرف آوازه و دروازه ما جمع کردیم کلش اما شرطش است که فقط راست دروغ جواب شما میگی نمیز یا راست است یا دروغ است. خب اولین آوازه
زیادترین مصرفتان سر خرید لباس و لوازم آرایشی است. راست است یا دروغ؟ Of course. راست. معمول است که کل دختر خانم ها امی اصولشان است. خب راست است یا دروغ که شما غذای هندی را زیاد خوش دارین؟ راست. والا خب غذای آوازه خود را زیاد کردین. خوش دارم. خیلی آوازه نیست دیگه. خب راست است یا دروغ که شما هیچ نمیخواین که آهنگ دوگانه بخوانین؟ دروغ. دروغ است، یعنی تصمیم این دیگه تغییر میکنه حتما. بله. خب این آخری دیگه آوازه شدم، من نمیگم، خواهشان سر من قار نشی. اما این که گفتی باز کامنت کو. میگن که شما با یکی از اقاربتان که قوم خیش میشین نامزاد شدین. دروغ. دروغ. ای خدا بزنید همون کسی که برای من گفته بودی که برای خیر به هر صورت خب اعتبار داره شاید تغییر کنه، بالاخره میشه دیگه. حتما بالاخره کسی میشه. مجرد نمرده دیگه. خیر یک آوازه که بسیار جالب و خنده‌دار است. میگن در جای صبحانه نان شو مانده را میخورین و در جای شو تخم و شیر جور میکنین. آیا این راست است دروغ؟ این بخی دروغ است. این نصیر آسمان جور کرده من نکردی. این آوازی عزیز. یا آوازی عزیز. جان سپاس از اینکه والا دلم نمیشه برنامه را ختم کنم، اما صحبتایتان شیرین است اما وقت ما ضیق است. دوستان عزیز جهان سپاس بینندگان نازنین که تا این لحظه برنامه کاغذ پیچ از طریق آسمان پروداکشن شما بیننده بودین و تشکر از حوصله‌مندی خانم تمنا تابش که ما در برنامه 6 تا صحبت کردیم و چیچ گپکای نو کاغذ پیچ پیدا کردیم. دیدین بخیر میمونای بعدیام اما تو میشه پیام دارین شما برای بیننده و علاقمندایتان و عاشقای آوازتان میتونین بگوین، کامرا در اختیارتان است. تشکر مسعود جان، تشکر باز هم که تا این لحظه همراه ما همراه بودین. تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. تشکر از تمام هموطنان عزیزم که تا به حال مرا شنیدن، حمایت کردن و همه‌شون رو دوست دارم و آرزوی صحت و سلامت دارم برشون. خانم تمنا تشکر ببخشید. یک چیز دیگه، ما از هر میمان خود میخواهیم که بعد از این چون اول شما هستین، بعد از این از هر میمان خود تا ختم یک نظر در مورد برنامه ما میخواهیم که چه مثبت منفی هر چی نظر خودتان است. واقعا عالی است و یک چیز جدید هست و کاغذ پیچ است دیگه. نام برنامه‌تان کاغذ پیچ و ایده جدید است و ما باشیم سعید یا نصیر بیاید؟ نه دیگه شما باشید. خود سعید جالب سپاس. اگه بدون شما نمیشه برنامه. جالب سپاس، تشکر زرا نوازی میکنین. تا برنامه بعد خدا یار و مددگارتان هر سر دنیا که هستین لبخند فراموش نکنین، لبخند هدیه بدین. یک چیز بسیار خوبه است که پس برای شما برمیگرده. کاغذ پیچ آسمان پروداکشن فراموش نکنین. تا برنامه بعد الله نگهدار. زنده باد افغانستان.